رئیس جمهور آمریکا در اظهارات اخیر خودش اعلام کرده که قصد بازگشت پایگاه بگرام در افغانستان رو داره. واکنش وزارت امور خارجه ما نسبت به این موضوع چیه که یک کشور ثالث در یکی از کشورهای همسایه ما حضور داشته باشه؟ من باز شما رو ارجاع میدم به تجربه نچندان قدیمی از حضور آمریکا در افغانستان. 20 سال حضور این کشور و ائتلاف ناتو در افغانستان غیر از ناامنی و تروریسم و افزایش مواد مخدر چیزی به ارمغان نیاورد. در این رابطه، در رابطه با صحبت‌هایی که مطرح میشه مبنی بر بازگشایی پایگاه آمریکا در افغانستان، کشورهای منطقه موضع یکسانی دارند. در جریان اجلاس 4 جانبه در نیویورک و بعد از اون در مسکو برگزار شد، این موضوع برجسته شد و کشورهای منطقه تأکید کردند بر ضرورت احترام به تمامیت سرزمینی افغانستان و اینکه حضور نیروهای بیگانه در منطقه پیرامونی قطعاً میتواند باعث تقویت ناامنی و افزایش مشکلات برای همه کشورهای منطقه بشه.